یه ملت وقتی که خشمش برانگیخته میشه هیچ نیرویی نه، تاریخ نشون میده هیچ نیرویی نتونسته جلوش مقاومت کنه. 5 سال و 10 سال و 20 سال و 15 سال اینا هم چیزی در سن تاریخ نیست، لحظه است. شما نگران آینده نیستید؟ نگران آینده نیستم. آینده که خب آینده دور و دراز نیستم، اما گذر سختی در پیشه، بسیار سخت و خیلی واقعا نگران کننده است. اگه این دو حرف هم دیگر رو نتونن خوب بشنون خیلی خطرناک. کدوم دو حرف هم دیگر خوب نشنون؟ این دو که در مقابل هم قرار گرفتن، حکومت و مردم. یکیشون بایستی منطق دیگری بپذیره، ولی در پایانش اون چیزی که مردم میخوان به دست میاره.